چرا عادات کوچک چنین تفاوت بزرگی ایجاد می کنند؟ خیلی راحت می توان درباره اهمیت یک لحظه تعیین کننده غلط کرد و ارزش پیشرفت‌های کوچک روزانه را ناچیز پنداشت. ما در اغلب موارد خود را متقاعد می کنیم که موفقیت بزرگ نیازمند عمل بزرگ است. چه هدفمان کاهش وزن باشد یا راه انداختن یک کسب و کار. همیشه خودمان را تحت فشار می‌گذاریم تا به چنان پیشرفت خانمان براندازی دست یابیم که همه انگشت به دهان بمانند و همه جا درباره‌اش حرف بزنند. در ضمن پیشرفت 1% معمولاً قابل توجه نیست و گاهی حتی دیده هم نمی شود. اما خصوصاً در دراز مدت می تواند بسیار با ارزش‌تر باشد. تفاوتی که یک پیشرفت بسیار کوچک در طول زمان می تواند به وجود آورد حیرت انگیز است. بیایید با محاسبات ریاضی بررسی کنیم. اگر برای 1 سال هر روز 1% پیشرفت کنید، در پایان سال شما 37 برابر بهتر از زمانی هستید که کار خود را آغاز کردید. برعکس، اگر برای 1 سال هر روز 1% پس رفت کنید، در پایان سال شما نزدیک به 0 خواهید بود. چیزی که از یک پیروزی کوچک یا شکست جزئی آغاز می شود، وقتی روی هم جمع می شود به چیزی بسیار بیشتر و بزرگتر تبدیل خواهد شد. به نام خدا، من صالح کهرازه هستم، ساکن زاهدان. رشته تحصیلیم دیپلم گرافیک هستش و متاسفانه نتونستم مقاطع بالاتر رو ادامه بدم در اون وهله‌ای که شروع به کار کرده بودم. هنر من هنر چوب هستش و به صورت تخصصی مینیاتور و مشبک منبت هستش که مدت 5 ساله دارم توی این حیطه فعالیت میکنم. حدوداً 5 ساله که من دارم تو حوزه مشبک منبت فعالیت میکنم که شروع کارم هم خیلی اتفاقی بود. یعنی من قبل از اینکه بیام وارد این حوزه چوب بشم و بتونم در حوزه چوب فعالیت بکنم، حدوداً 5-6 سال بود که تو حوزه حسابداری فعالیت میکردم توی یکی از پمپ بنزین‌های سطح شهر که تقریباً میشد گفت اولش 6 سال اونجا فعال بودم. ولی خب دیگه با روحیات هنری و اون طبع هنری که آدم داره معمولاً این رشته سازگار نیستش. و قبلتر از اون هم من در موسیقی فعالیت میکردم و حالا گهگداری ساز ستار میزدم، هم میآموختم و همین که سازگری ستار رو سعی میکردم بتونم یاد بگیرم، در صورتی که تو استان ما سازگر نداشتیم. ولی خب دورادور در حال تلاش بودم که بتونم این هنر رو اینجا یاد بگیرم و به سرانجام برسونمش تو استان خودمون. قبلتر از اون هم که حالا شروع دوران کاری من بوده و بخوام بگم که چطور کارم رو شروع کردم، حالا بعد از اینکه ما دیپلم گرفتیم و موفق نشدیم که دانشگاه حضور پیدا بکنیم، تو حوزه نرم افزار فعالیت می‌کردم. حالا یکی 2 سالی تو حوزه طراحی سایت هم بودم. توی یکی از این پاساژهای سطح شهر مشغول به تعمیر و قولی طراحی سایت بودم، حالا تعمیر سیستم‌ها و طراحی سایت تحت وردپرس در اون زمان فعالیت می‌کردم. ولی خب این مسیر زندگیم یه جوری چیده شد که بعد از اینکه تو اون رشته نتونستم موفق بشم و به سرانجام نرسیدم، تا اینکه بعد از اینکه حالا شغل آخری که داشتم همون حسابداری در پمپ بنزین بود، یهو تصمیم گرفتم که از این شغل بیام بیرون و برم دنبال اون چیزی که هم خودم باهاش آرومترم، همین که رضایت کافی داشته باشم از اون شغل و اینکه یه چیزی باشه بر طبق اون بنیه خودم که هنر هستش. و تصمیم گرفتم که برم دنبال اون چیزی که واقعا بهش علاقه دارم. و خب خیلی سال بود که من دوست داشتم تو حوزه چوب فعالیت بکنم و حالا هم کارهای چوبی مختلفی رو میدیدم، ولی خب محدودیت ابزار داشتیم، محدودیت اجرا داشتیم، نمیتونستم که اون چیزی که مد نظرم هست و بهش علاقه دارم رو ادامه بدم. در دوران کاری من، اون تایمی که من تو پمپ بودم و حالا مشغول حسابداری بودم، به هر حال اون فضای پمپ و پمپ بنزین و اون جایی که مردم معاشرت میکنن اینا خیلی فضای مناسب با روحیات بنده نبود که بتونم اونجا فعالیت خودم رو ادامه بدم به عنوان کسی که در حیطه هنری هم فعال بوده. تصمیم گرفتم که بیام بیرون و برم دنبال اون چیزی که واقعا بهش علاقه دارم و بتونم به یک نتیجه بهش برسم. و توی بحران مالی خیلی شدیدی هم بودم اتفاقا، یعنی توی شرایط ایدئالی اتفاق نیفتاد و هم قسط داشتم خیلی زیاد، هم
قرض و اینا هم داشتم، ولی به هر حال یه ریسکی کردیم و همیشه هم میگن در کارآفرینی برد اونی میکنه که بتونه ریسک رو با موفقیت انجام بده و ما این ریسک رو انجام دادیم و در همون شرایط اومدم بیرون. و خب حالا شکر خدا یه وسیله تهیه کرده بودم اون موقع، وسیله نقلیه که با اون توی مدت تو شهر کار میکردم، یعنی من هولوش تقریبا 1.5 سال با ماشین مسافر کشی میکردم تو سطح شهر و در همین حین هم کم کم داشتم به اون چیزی که بهش علاقه داشتم که چوب و هنر چوبی بود هم نزدیک میشدم. و خب اول کار خودم کارگاه اصلا نداشتم و خیلی هم شناختی از هنر چوبی و اون بحث علمیش نداشتم. تصمیم گرفتم که یک کارگاهی که از دوستامون که سازگری میکردن، استاد پیمانی، میرفتم اونجا ساعت حدودش 9 شب مثلا، یعنی من از صبح تا ساعت 9 شب مسافر کشی میکردم تو شهر، ساعت 9 میرفتم اونجا که بتونم اون ایدهایی که توی سرم هستش در رابطه با هنرهای چوبی رو اونجا بتونم اجرا بکنم. و تا ساعت 12 یک مثلا اونجا بودم که بتونم هم خودم یاد بگیرم، ببینم که چوب چجوریه، ابزار چجوری، آشنا بشم باهاشون و همین که بتونم اون ایده خودم اجرا بکنم. و خب طبیعتا اول کار هر کسی که بلد نیست، اون کار اولمون هم اصلا خوب نبودش و قابل قبول نبود. ولی من ایده اولیم این بود که یه جعبه خیلی کوچیک ساده‌ای بتونم بسازم با تنه درخت که هم کمترین ابزار رو مصرف بکنه، هم کمترین متریال بخواد و نتیجه خیلی خوبی بده. و این شد که یه سری جعبه کوچولو سعی کردم بسازم در اون سال که بتونم زحمت کمتری هم داشته باشه، سود بیشتری داشته باشه. ولی خب این خیلی نتیجه بخش نبود و نتونستم اون نتیجه لازم رو ازش دریافت بکنم که به عنوان یه شغل بهش نگاه کنم. اینجور شد که اومدم تو حوزه‌های مختلفی هم ورود کردم، مثلا جواهرات چوبی ورود کردم، ولی اکسسوری چوبی، کم کم تو این حوزه هم ورود کردم و در کنار اینها اون سازگری که خودم علاقه داشتم هم داشتم به صورت خیلی محدود دنبال می‌کردم که بتونم به قولی اون ستارسازی رو هم تو شهر خودمون به این نتیجه برسونمش. ما سعی کردیم توی فضای مجازی یه پیجی باز بکنیم که بتونیم حالا فروشگاهمون باشه، چون بالاخره تهیه فروشگاه حالا اجاره و مباحث دیگه‌اش خیلی هزینه بر بود و خب تو اون شرایط من نمیتونستم از پس هزینه‌اش بر بیام. و یه مدتی هم که تو کارگاه استادمون کار می‌کردم، آقای پیمانی، به صورت محدود بودش و حالا یه سری محدودیتایی هم داشتیم، نمیتونستم همیشه باشم. این شد که ما کارگاه رو منتقل کردم تو خونه و توی اتاق خودم این کارو انجام میدادم. اولش یه سال، من یه سال نیم تو اتاق خودم کارمو انجام میدادم. و اون پیجی که زدیم و باز کردیم، حالا محصولات اونجا میذاشتیم، عکاسی میکردیم، برای فروش میذاشتیم. اول که خب هیچ بازدیدی نداشت، هیچ کسی هم خرید خاصی نمیکرد بجز حالا یکی از دو تا دوستای خودمون اگر میبودن مثلا یه خرید از اون میکردن. و اینکه خیلی اتفاقی یک خانمی از تهران یه ساز مینیاتوری سفارش داد، یه ساز تنبور بود که خواست ما براشون بسازیم و تا حالا نساخته بودم، بلدم نبودم چه جوری بود، نمیدونستم اصلا چه باید بکنیم. ولی خب یه دو سه روز تحقیق کردم، مقیاس بندیش کردم که بتونم این ساز رو در مقیاس کوچیک‌تر مناسب گردنبند بتونم بسازمش. یه نمونه ازش ساختم اون موقع که اون قیمتی که اون زمان میدادیم 70,000 تومان بودش، خیلی قیمت کمی هم بود، خیلی چیز دندونگیر هم نبود، سال 97 تقریبا. و براشون ساختیم، فرستادیم و خوششون اومد و یکی دیگه هم سفارش دادن. این جرقه‌ای بود که باعث شد من این کار رو بتونم ادامه بدم، یعنی همون درآمدی که از این هنر به دست آوردم باعث شد که من بتونم توی این هنر بمونم و بدونم که این بالاخره نتیجه میده و یه چیز بی ثمری نیستش. و اونجا من به این نتیجه رسیدم که آدم اگر هر کاری رو بخواد انجام بده، اگر در اون کار استمرار داشته باشه و بتونه مداومت کنه در اون کار، حتما نتیجهش رو میبینه. که من الان هم دوباره به اون حرفی که اون موقع با خودم میزدم رسیدم که شغلمون به هر حال به یک درآمدی رسیده و تونستیم کارآفرینی بکنیم و تعداد زیادی رو کنار خودمون جذب بکنیم و آموزششون بدیم. بعد از اینکه اون سفارش رو گرفتم و نتیجه بخش شد، فعالیتم بیشتر کردم، تمرکزم گذاشتم روی اینکه خودم هم بتونم یاد بگیرم بیشتر و این هنر گسترش هم بدم. به هر حال هنر خیلی گسترده‌ای هستش، هنر مشبک، منبت، ساخت زیورآلات، سازگری، خیلی حیطه‌های زیادی داره. و خب تو استان ما استاد خیلی خبری نداشتیم تو این زمینه‌ای که من بخوام پیشش برم یاد بگیرم. حالا نهادهای مربوطه هم که رفتن میگفتن خیلی وقته که ما استاد نداریم و کسی نیست آموزش بده.
این شد که من به صورت خودآموز این هنر رو یاد گرفتم و هر جایی که نیاز بود بالاخره از طریق فضای مجازی با اساتید دیگه که در شهرهای دیگه بودن لینک شدم، باهاشون ارتباط برقرار کردم و نکاتی که نیاز بود یاد بگیرم رو سعی کردم از همشون یاد بگیرم. به قولی میگن هر گل یک بویی داره، ما از هر استادی یک به قولی ترفندی تونستیم یاد بگیریم که اینا رو سرهم کردیم و شدیم سازچه برندی که ما داریم الان فعالیت میکنیم، یا همون سالک کهرازی که الان هستیم به عنوان هنرمند الان شناخته میشیم. ما پیج فروشگاهیمون رو سعی کردیم بهش بقول برسیم، توی تولید محتوامون سعی کردیم بیشتر فعالیت بکنیم و کیفیتش رو ببریم بالاتر، که خب همین تنها بودن و تنها پیش رفتن باعث شد که ما الان توی تولید محتوا می دستی داشته باشیم، بدونیم که چی به چیه، چه جوری هستش. توی دیجیتال مارکتینگ دستی داشته باشیم، بدونیم به چه صورت هستش. تو حوزه خودمون هم که به قولی هنر چوب هستش بتونیم یک فعالیت مفیدی انجام بدیم و به هر حال به چند نفر هم بتونیم کمک بکنیم. این رشد پیج باعث شد که به قولی کم کم سر زبونا بیاد. مثلا برندی که اون موقع ما داشتیم، البته اون موقع اسم برندمون چیز دیگه بود که بعداً تغییر شدیم، و کم کم باعث شد که یه سری افراد خاصی که مثلا توی حیط‌های هنری فعالیت میکنن، هنردوستن یا به قولی مثل خودتون برنامه‌ساز هستن، مثلا پیگیر کار هستن، توجهشون به سمت هنر ما جلب شد و اولین بار تو سال 97 یا 98 بود فکر کنم اساس ما یه مصاحبه‌ای ما داشتیم که اومدن یه مصاحبه از ما گرفتن، که اون موقع من یادم من تو محیط خونم اصلا مناسب به قول مرداری نبود، نمیتونستیم اونجا ضبط کنیم. ما یک کارگاهی که دوستان رو به آریه گرفتیم و رفتیم اونجا و اونجا ضبط کردیم اولین مصاحبه‌ای که من داشتم رو، در همون سال 97 بود فکر کنم 98، که این مصاحبه باعث شد که یه سری از مسئولای استانی این مصاحبه رو ببینن توی تلویزیون و خودشون گشتن به قولی برند ما رو پیدا کردن که ببینیم کجا هستن و به چه صورته. که اولین پیشنهادی که ما داشتیم از پارک علم و فناوری استان بود، که اون زمان آقای شامرادی یادم پیام دادن بهم توی پیجم که شما فعالید، کارگاه دارید ندارید، به چه صورته. که من اون موقع اتفاقا دنبال جا هم بودم، چون به هر حال وقتی کار گسترش میکنه دیگه آدم تو خونه و توی اتاق 10 متری خیلی پیشرفت بده کارشو. و من بهشون گفتم که ما فضا به شدت نیاز داریم و ندارم و میخوام کارم گسترش بدم. پیشنهاد دادن ایشون که شما بیاین پارک علم و فناوری، ما یک واحد رو انداختیم به نام صنایع خلاق و اونجا حیطه‌های هنری میتونن فعالیت بکنن، کسب و کارشون رشد بدن. شرکت‌های دیگه هم هستن میتونن با هم لینک بشید و به هر حال یک کسب و کار موفقیت آمیز بیاد بالا. شروع ورود من هم همون تقریبا سال 98 بود که اومدم پارک علم و فناوری. دوران هسته رو حالا طبق اون شرایطی خودشون دارن گذروندم و تو فضای اشتراکی بودیم. بعد از اون ثبت شرکت کردیم و همونجور پله پله اومدیم جلو تا بالاخره الان این فضایی که الان میبینید توش هستیم و تونستیم کارمون رو گسترشش بدیم. اینجا توی پارک علم و فناوری ما حالا اول کار که فضای کوچیکی داشتیم که خیلی مناسب نبود، هولوش 20-25 متری بود، ولی به مرور زمان با فعالیت زیادتری که داشتیم و حالا تونستیم افراد دیگه هم کنار خودمون جذب بکنیم، فضای خیلی بزرگتری تونستیم به دست بیاریم که اینجا حالا قبلا هم گفتم بهتون بر اساس نیاز کاریمون و حالا اون نبود نیروهای خیلی متخصص تو حوزه مثلا هنری خودمون و تولید محتوای هنری، ما بس دیجیتال مارکتینگ کار هنری خودمون هم تونستیم دست بگیریم و حالا به دوستان دیگه هم که توی محیط هستن یا سطح شهر دارن فعالیت میکنن هم ما تونستیم کمک بکنیم کسب و کارشون رو بتونیم رشد بدن و راهنمایی لازم رو بکنیم که چطور بتونن از یه پیجی بدون مکان فیزیکی تحت عنوان فروشگاه بیان بالا کسب و کار شروع بکنن و یه کارآفرینی انجام بدن و به درآمد قابل قبولی برسن. در کار ما حالا بعد یه مدتی که خودم تو کار بالاخره به اون حدی رسیدم که حس کردم که میتونم به کسی دیگه یه آموزشی بدم که در کنار من باشه. هولوش تقریبا 2-3 ساله که آموزش رو هم در کنار شروع کردم، تقریبا 2 ساله
آموزش رو در کنار شروع کردن. یه سری دوره تعریف کردم تحت عنوان دوره‌های ساخت زیورآلات چوبی که به شیوه بک منبت این آموزش ها انجام میشه و توی این دوره ما افراد زیاد اومدن آموزش دیدن با سنین مختلف و جنسیت‌های مختلف اومدن آموزش دیدن. بعضیاشون در کنار ما تونستن کار بکنن، به یک نتیجه برسن و بعضیاشون هم برای خودشون دارن کار میکنن و فعالیت میکنن. حالا اونها هم پیج خودشون رو زدن یا صفحه خودشون رو تشکیل دادن و دارن به یک درآمدزایی میرسن و در کنارش هم برای ما هم افتخاری هستش که تونستیم برای مردم استانمون، مردم شهرمون و مردم کشورمون یک خدمتی بدیم و بتونیم اونا رو هم در رشد و تعالی فرهنگ و هنر کشورمون کمک کنیم که این فرهنگ و هنر کشورمون بتونه پایدارتر بمونه. عرفان میربزرگ هستم، هنرجو و فعال در زمینه اکسسوری چوبی و منبت و مشبک و مجموعه صنایع چوبی رو داریم. از سال 1399 با شرکت ساده با آقای کهرازه آشنا شدم و بحث منبت رو با ایشون شروع کردیم. این فعالیت رو تقریبا از زمان راهنمایی دنبال میکردم، منتها فضا وجود نداشت توی شهر ما که بخوام اینو ادامه بدیم. هنر منبت هنر خیلی دیرینی هستش که در کشور ما وجود داشته و خب ما اینو میتونیم حالت مدرن ترش بکنیم و قابل ارائه باشه در نه اون ابعاد بزرگ و در ابعاد کوچکتر. و این قضیه‌ای که من بحث اکسسوری رو ادامه دادم صحبت روی همین بود که بتونم برنامه‌هایی که توی ذهنم هست توی بحث دکوراسیون داخلی، ظروف چوبی و حتی موسیقی رو اینجا ما ادامه بدیم. هدف برای من این بود که با این آرامش بیشتر کنار بیام و در مسیر زندگیم ازش بهترین و بیشترین استفاده رو داشته باشم. چالش هایی که به شخص خودم داشتم توی حالا این حیطه هنری که من توش فعالیت میکنم و قدم گذاشتم، یکیش مکان بود، ابزار بود، ما نبودن ابزار بودش. ما تو کار ما بالاخره نجاری که اصطلاح خیلی قدیمی دارن میگن که کار رو ابزار میکنه و واقعا هم درست میگن. حالا اون هنرمند با خودش ممکنه مغرور بشه و بگه من دارم همین کار رو انجام میدم، ولی تا ابزار نباشه، ابزار مناسب نباشه، اون هنرمند هم واقعا هنرش بیفایده هستش. و توی این مسیر میگم اون چالشایی که داشتیم، حالا توی این تایم مختصری که داریم صحبت میکنیم شاید نشه همه اونها رو گفت و توصیفش کرد که چه گذشته بر ما که تونستیم به اینجا برسیم، ولی یکی از چیزایی که بود این بود که ما خیلی وقتا اصلا پول نداشتیم ابزار بگیریم. حتی همین الان هم یه سری ابزارهایی هست که ما برای رشد کارمون ممکنه بهش نیاز داشته باشیم و خب خیلی گرون شده و از پس هزینه‌اش بر نمیاد. در اون اوایل کار هم من این چالش رو اون موقع هم داشتم و حتی یک مقار ساده، یک قلم منبت ساده اون موقع نمیتونستم تهیه بکنم به خاطر هزینه‌اش و به خاطر اینکه اصلا اطلاعی نداشتم از کجا باید بخریم، از کی باید بخریم، خوبش بخریم، بعدش بخریم. چون هم موقع هم توی خرید هم یکی دو بار سرم کلاه رفت و جنس بعد مثلا به داده بودن که خب پولی بود خیلی زحمت کشیدم به دست بیارم و یه جنس بعد فرستادم و کارم قلیش تأثیری در کارم نداشت. و یادم اون موقع برای کارهای چوبی که انجام میدادیم، کارهای حجم، من همزمان که مثلا کار مسافرکشی رو انجام میدادم بعضی از کارها رو با خودم تو ماشین میبردم و تو ماشین انجام میدادم. حالا جای منتظر مسافر بودم یا مسافر اگه میرفت مثلا کاری انجام بده برگرده. و اون موقع یادم من یه دونه تیغ جراحی گرفته بودم از لوازم پزشکی، یه دسته تیغ جراحی گرفته بودم، فکر کنم موقع 50 60 تومن بود و تیغ جراحی فکر میکنم 200 300 تومن تک تومنی بود گرفته بودم و تو ماشین من کار میکردم چون نه ابزاری داشتم نه جای مناسبی داشتم که بتونم کارو پیش ببرم. با اینا ما شروع کردیم اومدیم و اگر شما هم هر کسب و کاری میخواید راه بندازید، هر شغلی میخواید پیش بیاید، میخواید کارآفرین باشید، رو پای خودتون باشید، اینا رو باید بگذرونید و بدونید که سختی داره، چالش داره و اینا رو بپذیرید. فکر نکنید که کارآفرینی چالشی نداره با خودش یا اگر کاری شروع بکنید بسیار ساده هستش در زمانه الان. نه، ساده نیست، سخته، ولی سختش خیلی شیرینه. شما هرچی به این نتیجه بهتری برسید متوجه میشید که چقدر این سختی بهتره. ما الان بعد به قول هولوش 5 سالی که داریم کار میکنیم تقریبا از همه جای دنیا سفارش داریم، از انگلیس، آلمان، هلند، استرالیا، آمریکا، کانادا، از تمام این نقاط من تا حالا سفارش داشتم، همین الان هم دارم و باید براشون ارسال بکنم.
همه این چالش ها بوده تا ما به اینجا تونستیم برسیم و نباید بذارید چالش ها شما رو از مسیرتون دور بکنه و هدفی که پیش روی خودتون چیدید از شما فاصله بگیره. چالش ها رو باید به عنوان یک موهبت در نظر بگیرید و ازشون درس بگیرید، بتونید برای زندگیتون از این درسی که بهتون میده استفاده بکنید.